صبح 12 سپتامبر سال 2020 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاری به ولایت سوخت به شهر باستانی پنجکین تشریف آوردند. در فرودگاه شهر پنجکین که با شعار و آویزه ها و دیگر تدبیرهای آمادگی جهت استقبال سرور دولت آماده شده بود، مردم پنجکین و ولایت سوخت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را با یک شکوه و جلال خاصه و افتخار از تدبیرهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 5500 سالگی سرزم باستان پیشواز گرفتند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر پنجکین نخست بنای نوی بیمارخانه را مورد استفاده قرار دادند. تاکید گردید که بنای مذکور از تخخانه و 4 آشیانه عبارت بوده. اینجا برای تشخیص و طبابت تمام شرایط ها و تجهیزات معاصر گذاشته شده. من بعد برای ساکنان شهر و دیهات پنجکین جهت تشخیص و طبابت شرایط های مساعد فراهم آورده خواهد شد. در میدان دیوشتیچ شهر پنجکین با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از طرف جمعیت سهامی کشاده پنجکین ساز مهمانخانه زمانوی سراس پلازا مورد استفاده قرار گرفت. تاکید شد که این مهمانخانه در پرتو آمادگی ها به 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 5500 سالگی سرزم باستان و سهم شایسته گذاشتن در تطبیق چاره‌بینی های سالهای 2019 2021 سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی مورد استفاده قرار داده شد. در شهر پنجکین با اقدام رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین در سابق بناهای کارخانه کارکرد تنباکو، کارگاه استحصالی در مرکز تعلیمی و استحصالی معرفت پرور با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفت و همزمان اینجا برای پیشوای ملت مجموعه امکانیت‌های استحصالی و محصولات کشاورزی به نمایش گذاشته شد. تاکید گردید که من بعد در این کارگاه استحصالی برای خشکانیدن میوه و سبزیجات و صادرات آن به خارج کشور تمام شرایط و امکانیت‌های زمانوی فراهم آورده شده است. این یک قدم استوار است در تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جریان بازدید از شهر باستانی پنجکین با فعالیت کارخانه مرمر سراس آغاز رسمی بخشیدند. این کارخانه من بعد برای استحصال انواع گوناگون مصالح ساختمانی از مرمر و دیگر بایگری‌های طبیعی منطقه تدبیرهای ضروری را عملی خواهد کرد. اینجا برای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نمایشگاه مصالح ساختمانی کارگاه‌های استحصالی ولایت سوخت پیشنهاد گردید و تاکید شد که من بعد در بنیاد بناها در قلمرو جمهوری تاجیکستان ولایت سوخت و شهر پنجکین از محصولات و مصالح ساختمانی کارخانه مرمر سراس ثمرناک استفاده خواهد شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت
محترم امام علی رحمان در جریان سفری کاری به شهر پنجکین از کلانترین جماعت دیهاتی شهر پنجکین جماعت دیهاتی سرز دیدن نمودند. در خانواده وصیف ها به سرور دولت اطلاع دادند که این خانواده از زمین های نزد حولگی ثمرناک استفاده برده حاصل فراوان به دست آوردند و آنها در تامین امنیت عضوقواری کشور سهمی ارزنده خویش را میگذارند. در خواجگی دهقانی روحی ابریشمی جماعت دیهاتی سرز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جریان کارهای کشاورزی و همزمان نمایش محصولات کشاورزی شناس گردیده باری دیگر تاکید نمودند که واقعا در قلمرو شهر و دیهات پنجکین جهت استفاده عاقلانه زمین تامین بازار استعمالی و سهم گذاشتن در اقتدار صادراتی امکانیت ها وجود دارند و باید از این امکانیت ها راهبران مسئول سهمداران زمین و مردم ثمرناک استفاده برند. مورد ذکر است که به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 5500 سالگی سرزم باستان با پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان در شهرک سرزم جماعت دیهاتی سرز مکتب زمانوی برای 1280 خواننده ساخته شد و این بارگاه تعلیم و تدریس با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفت. همزمان ضمن سفری کاری به شهر پنجکین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کوچه به نام لایق شیرعلی شهر پنجکین بنای نوی ریاست شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان را مورد استفاده قرار دادند. بگاهی سنه 12 سپتامبر سال 2020 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از شهرک قدیمه سرز دیدن نمودند. با انشاءات نوبنیاد و حفریات باستانی آن شناس گردیدند و در یک مراسم چاره‌بینی های فرهنگی و ادبی با مناسبت 5500 سالگی سرزم باستان شرکت ورزیدند.